درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما بازگوی کتابی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، چهره‌های ماندگار، راوی علیزاده عبدالرشید خوجامکل، گفتار 66. مردم شریف تاجیکستان حقوق کامل معنوی دارند که با فرزندان فرزانه ملت سهم بی‌نظیر آنها در رشد تمدن عمومی بشری افتخار نمایند، آثار گرانبهای آنها را آموزند و حکمت جاودانه ابرمردان ملی خود را خودنمای روزگار خیش قرار دهند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان. احمد دانش، ستاره در تیره شب‌های بخارا. پس از این سفر امیر مظفر احمد دانش را باز به کارهای دولتی دعوت می کند، ولی نویسنده در مدت چند سالی رفت و آمد خود به دربار تجربه تلخ حاصل کرده بود. تولید ایده پیشرفت و ترقیات اجتماعی، اقتصادی و فنی و فرهنگی در اندیشه احمد دانش بعد سفر او به روسیه به طور مشخص تحول کرد و همزمان عمیق احساس کرده بود که برای مردم کشورش که در قید و بست مفکوره خرافاتی قرار دارند، ایده پیشرفت علمی تکنیکی و آباد داشتن مملکت کلاً بیگانه است. بنابراین وی به تکرار عرض کرده است که من آبادی مملکت را می جستم، اما حکم قضا بر خرابی این ملک جاری بود. احمد دانش همیشه امیر و خادمان او را با هر راه ترغیب می نمود که در اداره دولت ترتیب معین مقرر سازند و منصب حکومت موافق استعداد و قابلیت اشخاص کاردان دانشمند را تعیین کنند. او باوری داشت که با همین راه کار دولت به ترتیب می درآید و این باعث آبادی کشور و نیک و احواری خلق می گردد. پس از آشنایی کامل با نظام دولتداری و اداره روسیه، احمد دانش به خلاصه آمد که نظام دولتداری بخارا به اصلاحات جدی نیازمند است. از این رو با امیر پیشنهاد می کند که تنها در صورت برگزاری اصلاحات طرز دولتداری و اساسهای اجتماعی امارت فیادالی بخارا می تواند در کار اداره دولت اشتراک کند. پیشنهادات مذکور برای حاکمیت مطلق امیر خطر بزرگی بود و طبیعی است که نه تنها آن را قبول نکرد، بلکه احمد دانش را برای خود و امارت مانعی بزرگی دانسته چاره خلاصی از او را می جستند. خود احمد دانش با حساسیت و ذکاوت فطریش مناسبت دشمنانه امیر را پی برده سالهای 1880 1882 عموماً با دربار و درباریان ترک علاقه کرد و در گوشه آرام
به تعریف آثار بدیعی و علمی مشغول گردید. سال 1882 امیر مظفر احمدی دانش را مشاوری قاضی خوزار منطقه در ولایت قشقدریای جمهوری ازبکستان امروزه و بعداً نهرپی تعیین نمود و با این بهانه او را تا تیر ماه سال 1885 از بخارا دور نگاه می داشت. پس از وفات امیر مظفر سال 1885 امیر نو عبدالاحد گویا به احمد دانش مرحمت و التفات کرده کتابداری مدرسه جعفر خواجه نقیب بخارا تعیین می کند. اما همگی پس از چند ماه احمد دانش از این وظیفه هم برکنار کرده می شود که بیگمان نتیجه هجوم پنهانی و آشکارای خوشامدگویان امیر و علمای جاهل و متعصب آن ایام بود. من بعد احمد دانش برای آرامش و پیدا کردن شرایط مساعد ایجادی با کمک دوستانش در ماه اکتبر سال 1889 از مدرسه میری عرب حجره را به اجاره گرفته به آنجا می کوچد. در سالهای آخر عمر احمد دانش مدت بیمار بوده در دهه سیوم ماه مارس سال 1897 در شهر بخارا از دنیا چشم پوشید. احمد دانش از ایام جوانی تا واپسین روزهای زندگیش مشغول کارهای ایجادی بود ولی تنها بعد 50 سالگی به تنظیم و تکمیل آثارش مشغول شده است. زمینه رشد و انکشاف فعالیت ایجادی او در زمان خود به یگان جریان تازه شکل گرفته اجتماعی و فرهنگی جاری وابستگی نداشت، بلکه وضع بحرانی عمیق و فساد فراگیر اجتماعی و معنوی در قلمرو ماوراء النهر نیروی خلاقه فکری احمد دانش را به طور اسرارآمیز به طغیان آورده بود. طبق پژوهش عالمان تاجیک از این دانشمند و نویسنده توانا میراث بزرگ علمی و ادبی به یادگار مانده است که مهمترین آنها نوادر الوقایع، رساله در نظم تمدن و تعاون و معیار تدین بوده. اندیشه های جامع اساس او را فرا می گیرند. نویسنده در رساله یا مختصری از تاریخ سلطنت خاندان منقیطیه و صفت تحلیلگر و مؤرخ آگاه ساخت اداری امارت بخارا و وضعیت سیاسی و اجتماعی آن را بر پایه دلیل و برهان قاطع بر رشته تحریر کشیده است. از او اثرهای در علم نجوم و هیئت از قبیل مناظر الکواکب، صورت یا موقع ستاره ها، رساله فی اعمال الکوره، رساله در تبدل و تغییر دولت ها از قران الوین، تداول خمسه متحیره، آثار منظوم عبارت از قصیده، قطعه، مثنوی، غزل، رباعی و پارچه های الهیده و چندین مسوده ها
تا به زمان ما رسیدند. باید گفت که احمدی دانش نقشه خریطه شهر بخارا را نیز ترتیب داده بود که تا زمان ما محفوظ مانده است. بیسر و سامانی اوضاع و ترتیب دولتداری احمدی دانش را وادار ساخت که در اولی سالهای 70 عصر 19 تقریباً بین سالهای 1870 1873 رساله تعریف نموده در آن راه‌های از روی عدالت و ترتیبات معین اداره نمودن دولت و جمعیت را نشان دهد. به این اثر خود احمدی دانش دیرتر رساله در نظم تمدن و تعاون نام گذاشت و آن در اصل یک برنامه جدی اصلاحات طرز دولتداری، اساسهای اجتماعی امارت فئودالی بخارا بود که پیش از همه به عدل، علم و معرفت وابسته است. ترتیب و نظام دولت از عدل برمیخیزد و احمدی دانش مفهوم عدل را نه به طور مجرد بلکه روشن و مشخص بیان کرده آن را به واقعیت و حیات اجتماعی زمانش وابسته می کند. احمدی دانش در نظریه دولت و سیاست ملکداری فقط به مفهوم و عقیده های متفکران شرق محدود نشد، زیرا او مسائل بسیاری را می دید که در کتاب های فقه و علم سیاست پیشتر بیان شده بودند و با شرایط زمان و مکان عصرهای گذشته مطابقت داشتند. به همین سبب احمدی دانش پیشنهاد کرد که آن نظریه هایی که در ساخت و ترتیبات دولتی برخی از تنظیمات دولت های اروپا و روسیه وجود دارد جاری شود. یکی از پیشنهادهای مهم احمدی دانش در این باب به طرز پارلمان های اروپایی تأسیس مجلس شورای بخارا در حضور امیر بود. احمدی دانش تکلیف کرد که در این مجلس نمایندگان گوناگون جمعیت حضور داشته باشند و در اجرای کارهای دولتی رأی و اندیشه خود را اظهار دارند. کار دولت و مملکت به طرز کلی در همین شورا انجام می گیرد و پس از محاکمه و بررسی باید از طرف امیر تصدیق شود. این تکلیف احمدی دانش تا اندازه محدود نمودن حکمرانی مطلق بود. تکلیف دوم احمدی دانش در مأموریت حکومت تشکیل وزارتخانه ها بود. این تکلیف هم به حد کافی حقوق امیر را محدود می کرد، زیرا بنابر پیشنهادهای دانش کارهای دولت و مملکت نباید تنها از سوی یک شخص یعنی امیر بلکه باید از طرف اشخاص مسئول مأمور انجام داده شود و بدین سبب می‌خواست در دولت ترتیب مستحکم جاری شود و نظارت بر اجرای کارها ممکن گردد. احمدی دانش در رساله در نظم تمدن و تعاون بر پایه اصلاح ساخت دولتی و اجتماعی جمعیت نسبت به تغییر اصول مکتب و معارف دقت جدی داده تشکیل مکتب‌های تازه را که در آن تحصیل فنون و علوم برای جامعه ضروری به راه مانده شوند پیشنهاد و از اصول تحصیل و تدریس مدرسه های بخارا سخت انتقاد می نماید. همچنین همزمانانش را با آموختن زبانهای گوناگون
به خصوص زبان روسی ترغیب می کند. بدون تردید نوادر الوقایع 1875-1882 از جمله شاهکارهای علمی و ادبی احمدی دانش محسوب می شود و در آن مسئله های گوناگونی فلسفی و اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و نظریات ادبی و استتیکی وابسته به حیات جمعیت آن زمان خیلی دقیق مورد ارزیابی قرار گرفتند. خود احمدی دانش رساله در نظم تمدن و تعاون را هم به صفت بابی علاهیده به نوادر الوقایع وارد نمود. باب و فصلهای نوادر الوقایع به طرز و اسلوب گوناگون بیان علمی و فلسفی، مکالمه، قصه و حکایت‌های بدیعی تألیف گشتند. هرچند باب و فصلهای این اثر در موضوعهای گوناگون و در زمانهای مختلف نوشته شده اند، همه آنها با مقصد یگانه که هدفش تشکیل حیات شایسته اجتماعی و شخصی انسان می باشد انشا گردیدند. با وجود مندرجه و طرز بیان گوناگون داشتن قسمت‌های اثر، آنها از جهت موضوع نیز با هم ارتباط دارند و یک باب اندیشه های باب پیشینه را تکمیل و تقویت می دهد. احمدی دانش مسائل زندگی شخصی انسان و حیات جمعیت را ارزیابی نموده. آنها را همیشه در زمینه سند و واقعه‌های روزمره زندگی و تجربه روزگار می سنجد و نتیجه گیری می کند. به اندیشه او مراد از زندگی انسان آباد داشتن جهان است و این با حکمت تمدن، سیاست دولتداری و تعاون مناسبت شخصی و اجتماعی انسان وابسته است. هرچند رزق ازلی است، این معنی آن را ندارد که انسان باید از سعی و تردد خود را دور گیرد، بلکه در راه رزق و روزی تلاش و کوشش نمودن از واسطه های نظم تمدن می باشد. اگر گویی نیل مرام و تحصیل کام موقوف طلب و تردد است و رزق از آسمان نبارد تا دهقان نکارد و نبردارد و لقمه از دهان نیاید تا دست پنجه نکشاید و حرکت نیارد. احمدی دانش کلی مسئله های مهمی نظری و عملی را از موقع حکمت تمدن، یعنی با نظر داشتی منفعت جامعه و بهبود حیات شخصی انسان تحلیل می نماید. ضمن بررسی این مسئله ها او به افکار و عقیده های گذشتگان با نظر انتقادی مناسبت کرده، اندیشه های باطل کهنه شده و از حیات واقعی دور را با جسارتی به خودخواست رد می سازد. مؤلف راجع به علتهای اجتماعی زمان، نابرابری و بی‌عدالتی جمعیت امیری بخارا، پسماندگی حیات فرهنگی، طرز عامیانه تعلیم مدرسه و مکتبها، اصل سیمای و طینت منفور طبقه های حکمرانی زمان، جهالت و غفلت زدگی جمعیت دینی آن دوره آشکارا و بی پرده سخن می گوید. احمدی دانش عقب ماندگی و خرابی وطن خود ماوراء النهر را واقعاً
از باطل گشتن پرینسیپ‌های سازندگی دین اسلام و رایج گردیدن تصوف در شکل زهد پرستی یا خود صوفیگری در شعور مردم و تنزل علم الهی و معرفت دانسته است. او ضمن توجه به اختراعات و صناعت و میل آبادخواهی مردم روس و فرنگ اندیشه های انتقادی خود را درباره اهل دین و طریقت که از فرط تعصب دینی سد راه پیشرفت و آبادی مملکت شده اند با فصاحت و بلاغت سخن و خلاصه براری منطقی آشکارا و جسورانه بیان نموده است. چنانچه در دفتر خاطرات او آمده: مدار آبادی جهان را بر غفلت زفت نهادند و امارت جهان را منوط بر کفر و حماقت و جهالت کرده، نه به ایمان و عرفان و علم و عقل که اهل آن همه مأمور به ترک و تجرید و انزوا و انقطاع از خلقند و این به آبادی جهان هیچ مساهمت سهمگذاری ندارد. اگر به تعبیری ساده تر بیان کنیم، اهل دین به آباد داشتن جهان مشغول شدن را غفلت زفت یعنی بیخبری از خداوند دانستند و آباد ساختن جهان را به کفر و حماقت، بی ایمانی و بی دینی و جهالت حمل نمودند، نه به ایمان و عرفان و علم و عقل. ولی اهل ایمان و عرفان و علم و عقل مسلک و مرام خود را به خاطر عبادت موهوم به بی‌فعالیتی، ترک دنیا بیزاری، تنهایی، گوشگیری و دوری از خلق قرار دادند و در نتیجه از علم و معرفت یعنی حکمت تمدن و تعاون، حکمت مدنیت و مددگاری که مدار آن را به آباد داشتن دو عالم، عالم مادی و عالم معنوی نهادند، بی بهره ماندند و باعث عقب ماندگی و خرابی مملکت گردیدند. دانش در قضیه مذکور به اسلام منقیتی از آن جهت ایراد می گیرد که بین عالم علوی و عالم مادی سدی بزرگ گذاشته، عالم مادی را به صفت عالم پست و سفله، کثیف و زیشت، کفر و حماقت و جهالت تحقیر کرده است و برای حکمای اسلامی کشف حقایق آن را ضرور نمی شمارد. از طرف دیگر اهل ایمان و عرفان و علم و عقل زمانه را مذمت می کند و هشدار می دهد که در گذشته اهل علم و عرفان انسان را نسخه حق شماریده، رابطه دو طرفه عالم مادی و معنوی را دریافتند و انسان کامل را مورد توجه خود قرار دادند، ولی امروز از کوشش و طلب و تردد و فعالیت باز ماندند، از خلق و حکمت تمدن دور افتادند. نوادر الوقایع در بیداری فکری بسیاری از اهل فرهنگ و اندیشه بخارا
تأثیری باسزایی داشت. بنابراین علمای رسمی و طبقه حکمران زمان امیر و اهل دربار نوادر الوقایع را همچون یک اثری زیان‌آور برای اساس دین و شریعت و حکومت معرفی کردند و مؤلف آن را به بیدینی، کفر، الحاد و کاهینی متهم نمودند. برای آنکه موقعیت احمد دانش هرچی بیشتر در میان روشنفکران پست گردد، علمای دین او را در ندانستن اسلام و عقاید آن ملامت می کردند. احمد دانش در پاسخ به دشمنان نیرومند خود اثری با نام معیار و تدین تألیف نمود و در آن به تحلیل احکام و خواسته های دین اسلام از نظر مسائل حیاتی پرداخت و با شیوه خاص خود بر رقیبانش ثابت کرد که در تحریر و تحقیق مسائل دینی و نکته های شریعت از علمای زمانش چند مرتبه بالاتر است. معیار و تدین از رساله های مهم کلامی احمد دانش بوده، در آن مسئله های تعصب مذهبی و علت و عاقبت های آن، ضرورت گذشت کردن در مسئله های پر اختلاف بر یکدیگر و پیش گرفتن مسلکی متوسط در دین و دینداری بررسی شدند. مؤلف در مقدمه اثر سبب تألیف آن را پیدایش فرقه و مذهب‌های گوناگون در بخارای زمان خود می‌داند که اوضاع داخلی جامعه را خللدار می‌نمودند. همچنین عده‌ای از مردم از اعتقاد اصلی دور رفته به خرافات و بدعتکاری روی آورده بودند. از این رو او می‌خواست با تألیف معیار و تدین یک اصلاحات در شعور دینی اهل زمانش به وجود آورده و مردم درباره اعتقاد درست و راه راست دینداری اظهار عقیده کند تا آنها دیده و دانسته در مسلک دینداری قدم نهاده از نقص و کمبود خود در این جاده آگاه باشند، از بدمذهبی و بی ایمانی پرهیز نمایند. او با دلیل و برهان قطعی نشان داد که جدا کردن احکام دین از ضروریات زندگی ممکن نیست، بلکه باید آنها را با تجربه حیات سنجید و درباره‌شان پژوهش کرد. احمد دانش پاکی و نظافت دینی حنیف اهل سنت و جماعت و علمای این امت را می‌ستاید و در آثارش بارها تأکید می‌کند که اعتقاد باید تقلیدی نباشد. هر چیزی که خواندی یا شنیدی به آن کورکورانه باور نباید کرد، بلکه باید آن را در ترازوی عقل برکشید. در هر مسئله که این چنین روی نماید تقلید کسی را روان ندارد، چرا که آدمی را پرستیش به عقل خود خواهد بود، نه به عقل دیگران. شما گفتار 66 را از روی کتاب اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چهره های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجم قول شنیدید. کارگردان شیرعلی نقزلی، منظم آواز کریم طالبوف. پایانی گفتار از سلسله خوانش ادبی.